سلام به همه دوستای گلم. امروز میخوام راجع به یه برنامه باتون صحبت کنم به اسم ماسکدار تو کی هستی. خیلی حاشیه‌های بامزه‌ای داره، کلاً برنامه‌ش هم بامزه است. حتما ویدیو رو تا آخر دنبال بکنین. بابت صدام هم از حالا معذرت میخوام دیگه، اومیکرونه و دردسراش. امیدوارم که شما مراقب خودتون باشین و مبتلا نشین. حالا این برنامه کلا ماجراش چیه؟ این برنامه میان یه سری آدم معروف رو توی کشور خودشون انتخاب میکنن، بعد یه سری لباسای متفاوت، چه میدونم اردک، دایناسور، شیر، طاووس، چیه میکنن تنشون رو، میگن بیاید برقصید و آواز بخونید. بعد چه کار میکنی؟ یه سری هم سرنخ از خودتون بدید، چه میدونم مثلا فوتبالیستی یه توپی نشون بده فلان، اینا که اینا حدس بزنن که تو کدوم آدم معروفی، از روی صدات تشخیص بدن. یه 4 نفرم آوردن، بهشون میگن کاراگاه. اون 4 تا مثلا اسم میگن دیگه، میگن که چه میدونم تو اصغری، تو محمدی، تو صغرایی، تو کبرایی، اینجوری. که کلا هم تا اونجایی که من دیدم حدساشون خیلی اوته، یعنی حدسایی میزنن خود ما که مثلا دیدیم میگیم با این صداش صدای اون نیست. ولی به هر حال حالا چه اتفاقی میفته؟ همون قسمت اول که پخش میشه مردمشون برمیگردن میگن که ای وای ترویج شیطان پرستی، وای فلانه، خلاصه جو میدن. بعد اینا خلاصه جو آروم میکنن، میگن نه بابا شیطان پرستی کجا بود، مثلا ما اصلا نیتمون اون نیست، ببین مسابقه است، ببینین بچه ها. خلاصه که دیگه خود جو آروم میکنن. همینجوری مسابقه داشت پیش میرفت، یه سری ماسکاشون رو در آوردن، یه سری معلوم شد کی بودن چی بودن اینا. همینجوری مسابقه داشت پیش میرفت که یهو گفتن فینال شد. خبر فینال این کلی حاشیه درست کرد. خب بابا مثلا مسابقه را که تا حالا فینال میدن، خب مسابقه اینو به ترتیب باید هر قسمت یه نفر ماسکشو در بیاره دیگه، اونی که از همه اجراش ضعیف‌تر بوده. خب حالا الان یه عالمه موندن که ماسکاشونو در نیاورن، یهو یه کار یه قسمت همه میبازن، یه نفر برنده میشه، یهو یه قسمت چه میدونم چجوری میخوان جمعش بکنن، بالاخره اونا باید جمعش بکنن. ولی خب بالاخره کسی که نگاه میکنی خیلی ضد حاله براش دیگه. همه گفتن این چرا اینجوری شده فلان. بعدش همه نگاه کردن به قسمت قبلی که پخش شد، که بعدش اومدن گفتن که فیناله. حالا قسمت قبلی که پخش شده بود چه اتفاقی افتاده بود؟ اینا همه اومده بودن آهنگای سزن آکسو رو خونده بودن. خب حالا چه مشکلی داره آهنگ سزن آکسو رو خوندن؟ این خواننده قطعا شما هم آهنگاش رو شنیدین، آهنگاش خیلی معروفه، خیلی هم قشنگه، خیلی خوش صدا هم هست. این خواننده میاد 600 سال پیش، خب یه بدبختی غلطی میکنه، یه آهنگی میخونه، توی اون آهنگ میگه برو به آدم و هوای جاهل سلام برسون، یا برو به آدم و هوای جاهل بگو، یه همچین چیزی. اسم آهنگه هست شاهانه بیشه یا شاماک. این آهنگه حالا اگه دوست داشتین برین دانلود کنین گوش بدین ببینین چی میگه. کلا همین یه تیکه رو فقط میگه. بعد اون موقع خیلی واکنش‌های آنچنانی دریافت نمی‌کنه، مثل این که چند وقت پیش میاد این دوباره این آهنگو توی یوتیوبش منتشر میکنه. بعد همه چیز میکنن، شروع میکنن که وای تو توهین کردی به آدم و هوا، تو نمیدونم فلان توهین کردی، تو آدم مزخرفی هستی. افراد مجلسشون میگن که اینو نمیدونم باید توبیخ کنیم، فلان کنیم، اموالش رو مصادره کنیم. خلاصه کلی خیلی کار بالا میکشه ها. اونم دقیقا مثل ایرانن، یعنی نگاه میکنی اونقدی تفاوتی با ما ندارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ خلاصه حسابی درگیرن دیگه با اون. تو همین حینا اینا توی برنامهشون همه آهنگایی که پخش شد همه مال سزن آکسو بود، یعنی یه جوری نیمچه حمایتی کردن دیگه. بعدش همه گفتن که خب دیگه معلومه دیگه، وقتی از سزن آکسو حمایت کنی الان توی این موقعیت که الان دولت و مجلس و فلان اینا همه باش در افتادن، خب دیگه اینا هم دیگه برنامه شما را میبندن. بعدن اومدن گفتن که نه، ما چون ریتینگ پایین بوده، ریتینگ برنامه 2 بوده، فلان بوده. خلاصه اینم از حاشیه های این برنامه که کلا نشدم ادامه پیدا بکنه و متاسفانه هم شبکه فوکس بود. فوکس هم که کلا این فصل هرچی سریال داشتیم و برنامه داشتیم کلا همه رو فینال زد، جمعشون کرد.
ولی امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر که خوشتون اومد حتما لایک کامنت در این زمینه بذارین ببینیم که شما نظرتون چیه. سابسکرایب هم فراموش نشه دوستان، با سابسکرایب کردنتون کلی بهم انرژی میدین تا ویدیوهای بیشتر و حاشیه‌های جالب تری براتون بذارم.